سعی کن زیاد پیش نرو. اینجاست. اوی دوستا او مای گاد چقدر خنک است. خب اصلا ما اینمی رقم میخوایم که چی کنیم؟ چی میگن این را که کوهنوردی میری؟ جنگل نوردی آمدیم ما. نه وقتی شب اصلا ما رفتیم کوهنوردی بگویم ما آمدیم در جنگل گم شدیم. خب دوستا قضیه طوره بود خب که نرین دور. سعی کن دور نره. یک اشاره کو برشان نرین دور نرین. خب میبرایم اینا. اوکی فقط این 2 دقیقه من اینجا گپ بزنم. دوستا فامیل زیاد بیقرار است. خونه خورده اونام. نبی جان هوا زیاد سرد است. با از کل دل سلام دیگه نبی جان باش گپ زن نمانم که ما بسیار سرد است. اواد چی میگه اواد جام است. تو یک چقری بلند بود. از یک بلند شدیم همونطور نفس تنک شدیم. چقری معمولا بلند نمی باشه. خب چقری معمولا چقری می باشه. ما در بلندی بالا شدیم. دوستا اول هیچ پلان نداشتیم برنامه ثبت کنیم چون ما واقعا فامیلی آمده بودیم که یک دقیقه ساعت موتر چه یک چند روز دمی چکر باشیم. آمدیم هم 1-2 روز خوب هم تیر کردیم. امی کس امی ارگانایزیشن که بر ما این محل گفته بوده که در اینجا میتونین خیمه بزنین. حالا این چرا برداشتیم؟ خب امی دیگه گم میشه در این وقت شب. خب یاد ما خب گم میشه. امی ارگانایزیشن که گفته بود که این منطقه خطر نداره در اینجا میتونین خیمه بزنین. دروغ میگفت. چی میگفت؟ ما سمسه خودم گرگ دیدم. که ما موقع دیدم که 4 پای بود. این خیال میکرد آهو است. من میگم گرگ بود این میگه آهو است. در این وقت آهو چی میکنه؟ آهو از طرف شب راه نمیره. چرا؟ از طرف شب چارقوک میکنه. میشه. خب سونیا چقدر وقت بعد آمدی امریکا و یک چکر برآمدی؟ والا از وقتی که امریکا آمدیم یک چکر نرفتم. فقط یک بار در کالیفرنیا که رفته بودیم در یک او مای گاد نه اصول برین. کی بود؟ یارا راست میگه آرام باشین. فقط یک بار که رفته بودم ولی او جایی بود که کل مردم بود. یک جای نرفتم. اینجا که ما خود آمدیم یعنی مثلا از وقتی که آمدیم تجربه خوب بود لیکن بسیار ترسناک بود. اما فیلمایی که سری که در جنگل گم میشن ما خودم همون تو فکر میکنم احساس میکنم گم شدیم. همی چیزا ینگی سونیا این بالا یک تصویر بگی چقدر دوستا دیده میتونن. چقدر دیده میتونن گمش که کدام چه بالا رو به خاطر گفتم که خرس معلوم نشه کدام سرمو نندازه. خب این درخت هاست فقط روشنی ها معلوم میشه که ما باید خدا برسانیم در بیز اصلی در جایی که موترها هست. خدا در موترهای ما برسانیم دیگه حرکت به طرف خانه بخیر که برسیم به خانه. تجربه خدا بگو به نظرم. تجربه ما بد تجربه نبود. خوب تجربه گرد بود. چی میگه؟ خیلی خوب بود. بد نبود. این یک دانه هم از همسایه ما آمد. از سگای مردم هایست که با سگای خود اینا میان در این منطقه لذت میبرن. و خب ما تنها نبودیم. البته تنها فامیل ما نبود. کلگی گریخت. کلگی آمده اینجا یا رقم ورخطا سن نبی. سگش ترسیده بیچاره رینه. خب سگای خانگی تا جنگلی فرق میکنه. خب خلاصه خوش گذشت. بد نبود در کل. دیگه سونیا برای خودت اصلا میخوایم ما و تو پس باید بریم. چرا؟ ما چیز دیگه یادم رفته. چی؟ اونو که کوری کباب بود. اوه مای گاد بریم. یا گمش یه قدر چقدری پایین کی میره؟ یک دیگه میگیریم برو. وقت تازه هم نبود کونه شده بود. اگه میگیریم بریم بگیریم نبی جان وقت داره که نمیفهم. از ینگی پرسا کنم؟ چی کنیم بگیریم؟ قلایت اشاره که ما اصلا نمیبینیم خود تا بگیریم نگیریم شه ایتو یا ایتو بله نه خیر بگیریم نگه خیلی تو باش من بگیرم میارم مرا خیلی لایت نه به نظر ما نه بیا پیش بیا خود ینگ بیا تو بیا بریم خیر بیا تو بریم بیا لایت مندازه برو پیش برو با خدای چقدری را باز کی برو نه گمش کو برو نه من نمیرم تیر مرزم کوری کباب اوکی خب
زیاد هوا سرد است ینگی من فکر کنم یخ زده کمره را بند کنن از مشکل زیاد دیگه داره اوکی دیگه ولی هوا زیاد سرد است نمیفهم که صفر چند درجه است هوایتان جمع باشه مست الست باشین تایپ رایت برنامه ما را ببینین ما زیاد برنامه جالب داریم البته ای از قبل سنجیده شده نبود فقط بر چکر آمده بودیم دوستای عزیز یک چیز دیگه را بگویم نبی جان فرنده خودت بیشتر از زیادتر است ولی در مورد همین برنامه یا هم پلانا یا هم ویدیوهای کوتاه یا طنز فکای هر چی که باشه نه به نظر دوستان نوشته کنن که چی زیاد خوششون میاد که ما رو آماده بسازیم و از کدام برنامه زیاد برای زیاد لذت بخش است که اونمو برنامه رو یا بیشتر میبینن ما برنامه سر زیادتر زحمت بکشیم بکشن برای از این نظر بتین برای من نظر نتین به خاطر از این که من نمیتونم شما بسیار خواستای عالی دارین ما اونقدر بالا نشیم خیر است نه خواستایشان باید بگیریم من نمیتونم به خاطر که اونا بسیار برنامه قوی میخواین و ما فعلا با این امکانات نمیتونم نداریم من مثلا نمیتونم یک استودیو شو جور کنم کار خدای لا کنم شاید یک کس پیداش دینم یالا بگویه که اتزا که امو استودیو ما براتون میتونم شاید هم تو یک کس پیدا شه چی میفهمی؟ وطن دارای ما زیاد است کلگی خوب مثل کلگی ایلان ماسک نیست نه ممکن حمایت بکنن بله اما نظر بتین هزار دفعه سر دیده چرا نی اما زیاد توقع نداشته باشین از ما یک آدم که بتونم مثلا برنامه خبری بسازم برنامه سخت است و کمدی هم شما خبر دارین که آدینس میخواه که پیشورید نباشه برای کمدیان مزه نمیده که آدینس نباشه باز اگه بخوای که تمثیل کنین چند نفر کو هم پارتنر جانب مقابل او هم همون تو پارتنر که قبلا نداشتیم خب سونیا بله صاحب قرار است یک سریال شروع شود سریال چی است؟ سریال بسیار خوب است که افغانی است در امریکا سپورتش خود ما شما باید بکنیم چون در اینجا من اون یک آدم ندیدم ما تو نمیتونیم اینا وطندارا باید ما تو رو سپورت کنن من ندیدم اون یک آدم در کالیفرنیا هست بسیاری از یوتیوبرای ما را که شما خیلی حمایت هم کردین بسیار تشکر اونجا حمایت هم کردن استودیو هم دادن جای هم دادن دفتر هم دادن کل خرج مصارفش هم میتن که او بتونه بر مردم برنامه خوب تهیه کنن ما در اینجا آمدیم تا شام باید یک کار کنم بعد از شام دیگه باید کار کنم که من خانه رو بچلانم کجا وقت میشه که خانه رو خودت همون رقم 24 ساعت باید لایف باشی برنامه بسازی تا اینکه بتونی خرج پورا کنی حمایتگر نبوده جز اونمون خدا کنه که اینال امی کسایی که مثلا فرندایت که میبینن نبی جان امی یک به خاطر برنامه نمیگیم کل برنامه رو یک نفر اسپانسر شوه امی هر برنامه رو که یک نفر اسپانسر شوه کجا میشه میایم زور کو فکر کنم آتش در دادن اسپانسر چیز میکنیم میپذیریم اما باید همون یک برنامه هم بتین اونا اسپانسر کنن خب اینال سایز گل نکن اوکی نه اینال اگر اونا صحیح اسپانسر کنن تو میتونی برنامه جور کنی تو سر خود مگر اعتبار نداری مطمئن نیستی اونا اعتبار کنن خب دوستا بر صورت دیگه برای خود ما ادامه میتیم همین تو میریم دیگه چی میگه خب کم ما و کرم شما برو میایم خب کوره کباب دیگه دفعه اومدم میگیرم تا اوره ایلا کن دوستان صدای ینگیتان هم شنیدین آوا چی تو سرد است امیال باید دیگه تیک تاک ثبت داره فعلا موبایل هم داره بیچاره لایت هم دهی قات درخت و جنگل این تیک تاک هم ثبت داره اینا دوستا برنامه جور کردن یعنی برنامه ساختن قدر آسان نیست به خدا یخی ما زدنی چه قرار پیاده آمدیم چقدر مسیر اینجا دیگه بر خود چی میگه زحمت دیدیم زحمت کشیدیم ما را خیر است که دیگه را یخ زده بیخی تیک تاک چی کردن لیکن در جنگل امی گپ در تیک تاک هست امی گپایت من نمیفهم کدام چیز من در تلفن تو گپ زده رئیسم تیک تاک تا خیلی چی میگی صاحب کو ما بر بیننده او رو نشان داده رئیس دوستای عزیز ما در تیک تاک هم برنامه داریم دوستای عزیز ویدیو مکمل ما را این یک شارت است ویدیو مکمل ما را میبینیم که ویدیو جور کرده را استیم چینل جان چینل آفرین چینل جان نبی جان روشن سونیا جان سلطانی را حتما باز ببینن دیگه دوستای عزیز فعلا از اون طرف خداحافظتان برنامه مکمل در یوتیوب حتما ببینین ما و نبی جان گردشی باش جنگل در می قسمت دوستا امی
یک تیک تاک ثبت کرد. چینل جان سوال تیک تاک کنم. بسیار لبنان خوب داره؟ است. تیک تاک لبنان داره به وقتا؟ یک کمی میشه برای خودم میشه اینا اگه چی کنم نمیشه خود تا لایف برو بریم. نمیشه باز خود دوستا ادامه داره این برنامه. یا بریم خانه دیگه بیخی در خانه ثبتگاه نبی جان 2 ساعت راست 2 ساعت بود من خانه برسم. یعنی گروپ اوکی، خواهش اوکی. بگیره یک گوی زیزی اوکی. خانه تو باش همینجا تو چهره جنگلی تک نشان بدم. من خودم تاریکی رفتم. نکن. الان پایم یک چیز افتید پای کدام چیز نکن برو خود دوستا ادامه بدیم. بریم خب دوستا بالا هنوز ما نرسیدیم. هنوز ما رسیدیم خانه چی در موتر اول باید برسیم. این موتر اگه کسی برده باشه باشه نبی نه نمیبره. خب نمیبره مسئولیت داره. خدا بسیار هوا سرد است خب دوستا بسیار هوا سرد است. اوی بیا که کجا شدی؟ کجا شدم هلا گم شده بودم گم امسنا معلوم نمیشه اگه اون دفعه لایت تو سپرت که باید ببینم کجا رفته نیستیم ما ده تمام پیش پای نمی نزدیک بین درخت سعی کنم نه حال باز در بین درخت داخل بیا که درید نخوره. خب دوستا اما تو ادامه داره این رفتن ما یک 15 دقیقه دیگه هم فکر میکنم پیاده گردی داریم دیگه. خود ما خیر طفلا یک کمک به تکلیف شدن دستا میسه اونجا مگر خیمه هست و کدام روشنی داره؟ بریم کم پیش بریم اینجا اونجا خیمه رو زدن. خب دوستا ما تصمیم گرفتیم براییم دیگه. خیمه اینجا زیاد است این منطقه. کل ما میریم اوی خب عزیزایی که در یوتیوب مسائل داشتین تا بالا ما رفتیم جنگل نوردی خدا کردیم کباب پخته کردیم کوره یاد ما رفت کوره ماند از پیش ما قصد هم نداشتیم که ویدیو بگیریم در آخر تصمیم گرفتیم چون واقعا هیجانی شده بودیم. هیجانی چی میگن شد؟ ترسانده بودیم ما رو ترساندن یا ای که خود ما ترسیدیم بعض صداهای من مطمئن هستم گرگ بود اینا میگن میگن چی بود؟ روبا بود نه تو شغال یک چیز دیگه گفتی شغار صدای شغار بوده صدای شغار بوده اینا میگفتن. خب خیر یکان وقت آدم ها باید یکان رسکا را قبول کنن یکان وقت برین بیرون یکان وقت دور از فضای تلفن زنگ اینترنت این چیزا هم تجربه کنین خوش میگذره بد نیست. of course یعنی سونیا را سعی کنین اینمی روز یعنی 2 روز میشه از این سفر ما 2 روز شده یارایش نکردن قواری ما خودم که در کورا زل میکنم و چیز از دوستام براتان باید بگم 2 کیلو کم هم بودیم روز از این وزنشان کرده چون آرایش 2 کیلو کم تر میکنن یعنی من 2 کیلو میکاپ میکنم تا خود شاید نه خیلی بخشین 1.5 کیلومتر گرام گرام سیز مثلا آرایش شهر ما رو قدر قیمت نکو بیچاره را دیگه زیاد چیشه بالا میبری گرام میشه صحیح وزنشه. سونیا بیچاره را 2 ساعت از خانه خود تا اینجا سفر کرد آمد و موتر خودم ماند. ما کل فامیل یک موتر شدیم حرکت کردیم رفتیم 2 ساعت و 15 دقیقه از جای ما فاصله داشت و جایی که ما رفته بودیم برای کمپینگ. واقعیتش بگم دیگه خیمه هم بود دیگه کسا هم بودن اما با او پیمانه که میگفتن که اینجا بسیار مردم می نبود کم بودن و هوا سرد بود حق هم داشتن کم باشه. خنک نخوردی؟ هوا بسیار سرد بود وقتی که ما میامدم دستم هیچ حس نداشت پایه ما خب خیلی سرد بود. اینمی جنگل نوردی تو میخوای در آینده بر نواسایت قصه کنی وقتی پیر شدی بیشن بگو بچیم این تو ما رفته بودم جنگل ها را گشتیم شما چی را دیدیم؟ جنگل ها را گشتیم حداقل تا زانو برف می بود حداقل باز خود ایلا کنی روزش هم نه اما تو برف اینا بخیر یک برنامه بعدی جور کنیم بریم اسکی بازی میگن چی میگن؟
اینجا زیاد برف میبارانه؟ دقیقاً برای ویسکی بازی یک روز برنامه جور کنیم از او حتما دولگکا که از بالا زری کو بیره از گکا بریم کیبل کار از جا برنامه شما یوتیوب ما را تعقیب کنین ما بسیار کارا خواهد کردیم بسیار گلاست که باید باو بتیم خب بسیار تشکر در مورد سریالت نگفتی راستی یک سریاله که زیر نظر داریم بخیر به زودی البته اعلاناتش اول میره یک چند وقت که شما مطلع باشین و کسایی که علاقمند هستین که هنرنمایی کنن شوقیش هستین هنرمند نه به خاطر از اینکه اینجا ما گپ دایرکتر میخوایم عملی کنیم کسایی که علاقمند هستین که این نقش بازی کنین چی بچه‌ها چی دخترها فامیلی خواد بود سریال میکس کمدی و فامیلی است که در چندین خانه لوکیشن داره در دکانا در والمارت جای ثبت خواد شد که این مسائلش باید نفر وظیفه داریم حل کنه شما اگه علاقمند هستین در این نقش بازی کنین ما رو در جریان بارین در کومنت ها بگوین ما شما را پیدا میکنیم آدرساشان نزدیک باشه دقیقاً راوندان نمانن دقیقاً و ما برای فعلا برای هزینه از یکم فکر کردیم که هزینهش طور باشه که خود ما خود اکمال بتانیم اینطور نه که ما از هالیوود بودجه گرفته باشیم اینمی دیگه سونیا جان هم در اون نقش داره که نمیفهم تا حال که سریال وحشتناک باشه که من سونیا را نقش بازم دوستا گپ رسید از سر آرایش من از وقتی که دیدم میگه تو بی آرایش تو فلان ما آرایش های من نهاردیم دوستا چند روز هم میشه در بدر میگردیم آرایش نداریم این من هر روز تنه میتر دقیقا تنه میتر 2 روز از میترسم من ما فهمیدیم که تو در جنگل از شغور نترسیدی از شغور؟ شغال شغور سرتیفیکت شواره سرتیفیکت خب دوستا قصه نظامی قرار است دیگه چای ما آماده است میریم اینا یک چای میخوریم باز در پدارم چی بخرم در پدارم نخود بخرم چی بخرم میگی نخود هر کی میره خانه خود هر کی میره خانه خود زنده باشین سلامت باشین تشکر که لایک کردید و دوستا که تازه آمدین یک سابسکرایب بکنین اینمی 2 لک شوه که یک دانه از مو تندیس های نقره دیگر هم بگیرم بخیر که اگه برای من نشد برای کل افغانا یک افتخار باشه که افغانا دارن نقره میگیرن گلد میگیرن بالاخره الماس میگیرن زنده باد از ما کاغذش آورده رسیده نه خدا حافظ دوست کرد بای بای لove you اقسم خوریت از که تو رو کیز مانده که زندگی کنی برو قلب جور کرده قلب سیاه ای راستی چرا سیاه پوشیدی؟ من سیاه داشتم حال فهمیدن گپ چیز قد که بیاب نشی